السلام علیکم داملای محترم و شیرین سخن و نیک گفتار اکای حاجی میرزا. من یک سوال دارم. من یک دختر را به نهایت دوست می‌دارم، لیکن وی اول با یک جوان پسر دیگر سخن می‌زد. حاضر باشد با من میباشد. من این دختر را نمازخوان کردم، با او گفتم که خودت را نگاه کن، از این کاری که سهو و خطا کرده ای از این راه بگرد، نمازهایت را با وقتش بخوان، من تو را خودم میگیرم. اگر من این دختر را در آینده به زنی بگیرم، در این حالت آیا من گناهکار میشوم یا اینکه دیوس به حساب میروم؟ اگر این کار من نیک باشد در حقم دعا کنید تا که خداوند این دختر را نصیب من بگرداند. از شما خواهش میکنم که با این سوال من انیق بگوید. با احترام، یک مخلص اشدی شما. دادر عزیز، خدا نگهتان دارد. من چندین بارها گفتم شما عاشقی نکنید. خدا خیر دهد جلال الدین رومی را، صحبت عاشق تو را عاشق کند. شاید همین دادرای ما همین عاشقی که در غزلهای این بزرگا میگذرد، همین عاشقی قد کوچه تصور کنند. این حضرت ها ما را دعوت به عشق خدا و عشق رسول و عشق اهل علم و عشق این گونه مجلس ها دعوت میکنند، نه به عاشقی کوچه. برادر عزیز و گرامی، اکثر عاشقها را شما خودتان میدانید که حیات خوب ندارند. اکثر عاشقها را شما خودتان میدانید که حیاتشان بردوام نرفته است، حتی در بین قطع شدند، عاشقی هاشون بریده شدند. برای چیزی نادرست بود، برای چیزی ناخوب که بود، پاینده نداشت. به این خاطر عاشقی نکنید دادر عزیز. عاشقی ها بسیار بدبختی ها آوردستند. بسیاری عاشقا را میبینیم در ملیسه خانه ها خوابند. عاشقی ها به خودکشی ها میارد. عاشقی ها به آویزان کردن آورده است. عاشقی ها به ترک خواندن آورده است، حتی خودشان را ترک کنیدن. عاشقی کار خوبی نیست، جایز نیست و شما در این راه هیچ وقت قدم نزنید. ملش دادری عزیز، اگر این زن برای تو معقول است و تو میخواهی که اینو بر زنی قبول کنی، خوش به حالت. بعضی عیبه هایی که داشتن اگر تو ستر میکنی، خدا عیبه هایت را در روز قیامت ستر میکنه. بگیر زنی کن، برای او تعلیم های خوب کن، انشاءالله پروردگار برای هر دو شما اجر میدهد. درست است دادر عزیز.